این سگ با گارد سلطنتی میرفت بیرون تا قدم بزنه که یهو گارد چشش میفته به یه روزنامه. تو روزنامه نوشته بود که خانواده سلطنتی میخوان برن تحویلات. همون موقع گارد سرشو بلند میکنه، یه هواپیما تو آسمون میبینه، ولی یه لحظه بعد هواپیما منفجر میشه. گارد سری میره چک کنه پادشاه بعدی کیه. همینجوری که لیست اسما رو اسکرول میکرد رسید به سگ. واسه همین سگ رو تاجگذاری کردن و پادشاه شد. یه روز ملکه گربه‌ها بهش زنگ زد که درباره صلح حرف بزنه، ولی همین که سگ کلمه صلح رو شنید شروع به واق واق کرد و همین باعث شد جنگ جهانی شروع بشه. سگ هر روز برنامه حمله میکشید و جنگ رو رهبری میکرد تا اینکه یه روز قرارداد صلح آوردن جلوش. سگ بدون معطلی همونجا روش خرابکاری کرد. همون موقع میخواست با بمب اتم کل دنیا رو بترکونه، ولی وقتی داشت دکمه رو میزد گارد سلطنتی دوید تا جلوشو بگیره. سگ محل نداد، اما یهو گارد داد زد بشین. چشمای سگ برق زد، با ذوق نشست، دقیقاً روی دکمه